خوش اومدیم به این ویدیو. داخل ویدیو قراره که من هاردکور پلی بدیم، ولی متاسف میگم هاردکور یا اقل انقدر هاردکور پلی دادم. بدوارز قرار پلی بده، ولی لونار کلاینت هم متاسفانه به فنا رفته. داخل ویدیو بعدی درست میکنم، ولی ریسورس بک داریم. خوبه ریسورس بک داریم. اسکن هم باگ خورده. چی از این بهتر؟ خب بدون لونار کلاینت الان من چجوری پلی بدم؟ حالا این مهم نیست. الان قرار بریم بدوارد دابل و قراره بیچاره رو بدبختم کنم که امیدوارم لبل 171 و قراره یه بیچاره قراره داخل ویدیو بعدی یه دونه اسکلم بیارم. البته الان رندوم میرم، ولی به نظرتون اسکل کیه؟ کسی که ویدیو کالا فهمو دیدم میدونم. بدون معطلی اون لایک کامنت سابسکرایب فراموش نکنید. بزن برید سراغ ویدیو. خب میخوایم الان ما دابل یا 4x4 پلی بدیم. نه سولو، نه دابل. یارم 100 نوب میفته. وای بدبختم. سی پیو سایفیو هیچی هم نمیتونم ببینم. راست من لونار کلای نداره. یارم ایفگیه. نه ایفگیه نیست. 20 تا به ما بده. الو این کجاست ویله؟ آها اینجاست. گفتم ویلیج من داخل من بلید ندارم. من به جدیده عجیبه. مهم نیست. بریم ما یه دیفند خیلی کوچولو بدیم، چون یارمون فاز دیریم برمیداره. الان راش نمیار میده. خب ما الان چیکار کنیم؟ والا راش اونو بدیم. راشوش هم میدیم. ببین من یه فست بیریج نمیتونم بزنم. انتظار دارید دابل همشونو بزنم بدشونو؟ چه انتظاری در من دارید؟ الو چه باگی؟ بابا این مپ خیلی چرته. آها خب الان میتونیم بیریج بزنیم. فکر من موضوع خودم بده. فهمیدم حداقل این بریجش میتونه بهتره. یه کوچولو تو رو خدا فست بریج بزن. تو رو هر کی دوست داری فست بریج بزن. یا بدبخت شدیم جونم. 3 بلاکت کنم. یارمون که خیارشور بدمون رفت. یه دونشونو فرستاد. یارمون بابا جونش 400 یارمون زدش. آره زدش، ولی من بیچاره رفتم لابی. زندگی عالیه. حداقل بدوارم از طریقه بهتره. بریم کار کنیم. والا دارم فشار رسما میخورم. این چه وضعیتیه؟ فورد نمیخوام. 48 از اینا بگی. آیرونا گلداره بزن. دفند بده دیگه. آره این مپ خوبه. خب بکمون احتمالا یه نفر هست. بالاخره تونستم یه فست بریج عادی بزن. کاملا عادی. اینجا اصلا کجاست؟ اینجا اصلا بیسه؟ فکر نکنم. و نه بیس نیست. بیس اونجاست. اونجا بیسه. بخوابیم. الان داره چه غلطی میکنه اون؟ وول کم میارم. بدمون رفت. بدبختم. این اصلا بدش رفته. تو رو خدا در رو. تو رو والله العلی العظیم بدمون رفته. وای دارم فشار میخورم. بدمون رفته. رفتم رو بیسی که اصلا بد نداره.
وولم ندارم بزنم بهش. زندگی عالیه. اونجا صدا ریکورد شه. میکروفون هدست هم خاموش بود ویدیو قبلی. وای دارم فشار میخورم، واقعا دارم فشار میخورم. ای بابا این باگ گفتی. آها دوست یه دونه یه کوچولو باگ گفتی رو نقطه. این چیزم خوبه. ریدی الان منم میبینم، نگاه کنم. وای دارم فشار میخورم. فسپریجر باشه دریم باشه. وقتی یه فسپریج میزنی و نمیرین. با 37 وول میتونم اونجا برسم به نظرتون؟ میخواستم برم بالا. وای نتونستم بپرم. اشکال نداره. الان من یه TNT میگم، یه TNT جام میزنیم رو بیسش. وای چقدر کم چی میده. الو بدمون نره. این یارمون گاوه، واقعا گاوه. یه 2 تا از اینا بگیم. TNT نمیتونیم بگیریم. نه نمیتونیم، واقعا نمیتونیم. تو بیا بیس کلن کاور بده. آفرین عالی. گلدان بهت نمیدم چون واقعا گلد کمه. بده شد زد یارمون. نه اینقدر هم دیگه نه. نمیتونم نمیتونم فوش بدم. کلن یه کوچولو وول میگیریم. تو رو خدا بکنیم. آها کلا 16 تا وول دارم. یارم احساس من پیش خوبه، ولی قراره این بیاد بای کنه. بده زد. من چرا راست سفر 1 ثانیه هم حتی نگاه نمی کنم؟ بدمونو نزنم. 2 ثانیه حرفم بذار تموم بشه. 2 ثانیه بذار حرف من تموم بشه. شیفتو بگیریم را بریم. رد بیس ما رو فکر کنم زد. رد بد داره؟ نه بد نداره. رد اصلا نیست. خب نگاه کنی. یلو بد داره. یلو اون وره فکر کنم. واقعا دارم فشار میخورم. الان دایموند رو بردارم ندارم فرق خاصی نداره، ولی خب ببینیم یه آپگرید میتونیم بگیریم. این بیشرف اون بره. بریم سراغ یلو. بیشتر میخواستم کلاچ کنم نتونستم بیدم. مهم اینه که قراره این مچ یه غلطی بتونیم بکنیم. این چه لگی. این چه نگاه کن الان این چه باگیه. لانچرم نریختم بازم این باگ هسته. تو دفند بده تو خدا. کم بگیریم مفته. نه تو اصلا دفند نده برو فقط. یارمون گاد بریش پلیره، ولی متاسفانه
اینو اینجوری میزنی بک بدین تو رو خدا. آره یه کوچولو بک بدین. من یه دونه چند تا چی بگیرم فوردمون رو سنگی کنیم. وای جونش یکه. زدم مردم بدمون بگو نمیده. یس بدمون نرفت. ایزی بیا یارمون. الو یه TNT میخریم، یه سورد بگیریم، یه کم وول و یه دونه TNT. اینا هم برداریم بزنیم به خود چست. یارمون داره رسما بیسمون رو آپگرید میکنه. وای آها TNT رو انداختم اونجا. عالیه. TNT مونو نمیگیره. یه لحظه ترسیدم گفتم انمیه. یارمونو با انمی اشتباه گرفتم. تیمیت خوبی داریم. اومد تو بک بده. گفتم منو میخواد چیکار کنه. ریدم. چه کلاچی زدم ولی حال کردین کلاچو. مدیونین اگه فکر کنین شانسکی زدم. بودو خب یه کوچولو ریدم. میذاشتی حداقل اینجا میموندی یه کوفت میگرفتیم ما هم. آها یه دونه من گپل بگیرم، یه دونه دیگه گلد میخوام. دست شما درد نکنه ولی اهمیت خاصی نداره هر چیزی هم به ما بدی. ولی خب بذار یکم دفند بدیم و اینجا رو. من همینجا بمونم یارمون راششو بده. یک کابری هم داشته باشیم یا بیسمون. خب تو بکن. کسی بعدی خب یک ثانیه صفحه‌ام گلیچی شد نمیدونم چی شد ولی خب وا یارمون چیه کجاست؟ وا این بالاست. حالا تا این بالا بیام جمعش کنم فردا شده. الو یارمون چشه؟ وا یارمون بزنتش دیگه. من با HP 1 زندم. خب من رو صفحه اسکرین بودم یه دونه. من که به فنا رفتم مگه اینکه این گپل بخورم. بمیر وا فشار چی؟ اصلا من فشار میخورم. کی گفته من فشار میخورم؟ سر کشک مردم. گپلو بخور. من چرا الان دارم بولو میرم از اینجا؟ تو دفند بده فقط تو خدا. برو هر کی دوست داری دفند بده. آفرین.
اسپریت عزیزم. وای من چرا ایو گرفتم؟ وای دارم فشار میخورم، واقعا دارم فشار میخورم. اصلا یه کارایی میکنم. خب زنده منو خوبه، یه گپل به ما بده، یه کوچولو. دارم فشار میخورم واقعا. یه راند دیگه بریم، یک راند دیگه بریم، دو راند آقا ما اصلا نمیتونیم بزن. یه دست ویکتوری کنیم، یه دست ویکتوری میخوام بکنم حداقل. آقا یارمون یه دست دفن بده به ایکس و خدایی، یا اینکه خیلی پروتر باشه حداقل از من که نوبم، ولی خب W B horse ازاسته. هی این عمرن دفن بده، اگه آدم باشه دفن میده که فکر کنم آدمه نیست. نظرمو واقعا عوض میکنم. من الان چی کار کنم با این باگ؟ دقیقا میشه به من بگی؟ یارمونو فقط کسی نداره. اینقدر گاد بریج زده افتاده. آقا من این وسط رو راه باز کنم. آها واقعا دارم فشار میکنم. امرالدا رو بگیرم برم آپگرید. دو تا دونه کلن امرالد دادی. آپگرید میگم. وای برم پوشن اینویزیبیلیتی بگیرم. این چه کاری بود داشتم میکرد؟ این چه کاری بود الان من کردم؟ خودم رو دارم بلاک میکنم. واقعا دارم اینویزیبیلیتی. خب یه امرالد اسپید جامپ بوست اینویزیبیلیتی، یه دونه اینویزیبیلیتی بگیریم بریم بدو بزنیم. بذار من یه کوچولو گلد بگیرم. آها دارم. خب خوبه. یه چند تا وول بگیرم. اینم یه TNT اینو بذاریم اینجا. یه کوچولو دیگه من وول میخوام خدایی. این چه وضعیتیه؟ خیلی مپ کم گلد و وول میده. کجا بت نداره؟ ما که بت داریم خدایشو. الان بدمونه میزنن. این چه وضعیه؟ اصلا ما بت داریم؟ آره بت داریم. خوبه. این چه دیفندیه تو دادی به مرد مومن. یلو صدام گرفت. خب بریم یه دونه بت بزن. او آبگری بنازم. این بت داره؟ نمیدونم. پوشن از دست بدم پس فست بریج نمیزنیم. آخه انقدر ما پروییم فست بریج نمیزنیم. واقعا دارم فشار میکنم. منو زد. تموم. پوشنم رفت. میخواستم با پوشن بده یه نفر رو بزنم. بدشو بدون پوشن زدیم که برم بده بعدی رو بزنم. دیدم آقا این چیزا به من نیومده. من باید یه چند تا وول بگیرم. یه TNT. تموم. طورم زد. طرف برای ما دریم شده الان. دریم شدی برای ما دیریم. اینجا آنتنه و دیریم بازی اینجا آنتن بر. الو بک بده بودو دیگه.
واقعا کیو رو میزنم نمیفته. آیتمان واقعا کیو رو میزنم نمیفته. بدمون رفت یا نه؟ خب خوبه. یک ثانیه گفتم بدمون رفت که نه. الان این چه وضعشه؟ الان این چه وضع دیفند دادن بدمون اینقدر کشکه دیگه پیشیده. کشکو مگه میپیچه؟ آپگرید هم داریم. حالا داریم اینجوری میکنیم. واقعا نمیدونم باششون رو بدم یا ندم. ریگم یارمونه. مایکو چون نوبم. نه یارمون نیست. خوبه. خب اینجا بیام یه دونه من گپل بگیرم. نه تینکی میگیرم. بقیه آیرونام برم چی بگیرم؟ من دادم سنگی گرفتم پیککسو. تو رو خود چقدر کم میده. این دیگه مچ آخرمونه. خوده من دارم فشار میخورم. چه ویکتوری کنیم چه نکنیم مچ آخرمونه. من دیگه نمیدونم. ما بد داریم انشالله که فایروار الان میگیره. فایروار گرفته بود. بدمون رفت. زندگی عالیه. دمیج سگی هم یا اقل TNT جامپمون کنسله؟ نه TNT جامپ بزنیم افتادیم مردیم. ولی میتونم افتادیم مردیم فرقی نداره. برو بخواه لابی منظرم منو. خب بچه واقعا چقدر یارای نوب افتادن برامون. ویدیو بعدی اگه تونستم یه نوب سکتر از این نوبو میارم که دفند بده. قرار بود یه ویدیو سروایول من اونو آپلود کنیم. صدا نداشت واقعا ویدیو سروایولمون. من امیزگم داخل کالاف بریم ویدیو کالاف هم رو ببینیم میفهمیم که و صدا نداشت میکروفونم. و قرار بریم بدوارز ویدیو بعدی که امروز یا فردا. و مهم الان این نیست. مهم اینه که لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه تا ویدیو بعدی. خداحافظ.